سلام همراهان عزیز. امروز در مورد یک موضوع بسیار جالب، یعنی 9 درس مهمی زندگی که 100 ساله ها به شما یاد میدهند، برنامه آماده کردیم و آن را پیشکش شما عزیزان میگردانیم. با ما باشید. هر کدام از ما برای رسیدن به آرزوها و هدفهایمان در زندگی مسیرهای را طی میکنیم. در این راه ها میآموزیم و حتی خطا میکنیم، تجربیات کسب میکنیم و گاه وقتا حتی شکست میخوریم. عیبی هم ندارد. شکست قسمت از مسیر رسیدن به موفقیت است. اما گاه استفاده از تجربیات افراد شکست خورده میتواند مانع از تجربه این اتفاق تلخ شود. در این نوار به مهمترین درس‌های زندگی که افراد 100 ساله به ما یاد میدهند میپردازیم. همه ما وقتی به چندین سال بعد از رسیدن به سن پیری فکر میکنیم. فرصتمان برای زندگی را از دست بدهیم میترسیم. نگرانیم از این که نکند آنقدر که باید از زندگیمان لذت نبرده باشیم و یا شاید حتی ناامید شویم. برای اینکه بدانیم یک زندگی خوب چی ویژگی‌هایی دارد، تصمیم گرفتیم از افراد 100 ساله و حتی کمتر کمک بگیریم. ابتدا 9 درس مهم زندگی که این عزیزان به شما یاد میدهند را توضیح میدیم و سپس توصیه‌های را بیان خواهیم کرد که شنیدنشان از زبان 100 ساله ها برای شما شیرین و نگاه تازه درباره زندگی به شما می‌آموزد. خب، یکم شادی از کارهایی که انجام می‌دهید سرچشمه می‌گیرد. وقتی با فرد سالخورده صحبت می‌کنیم، بیشتر چیزهایی که به شادی از آن یاد می‌کنند تجربیات شیرینشان است. خاطرات خوش گذشته و کارهایی که در طول این سالها انجام دادند و تمام چیزهایی است که میتوانند لبخند بر روی لبهایشان بیاورند. خاطراتی که این عزیزان با شادی برای ما تعریف میکنند یک نشان است. نشانه‌ای که میگوید باید به تمام وجود زندگی کنیم، نه اینکه فقط یک آدمی زنده باشیم. اگر میخواهید چندین سال بعد که به گذشته فکر میکنید راضی و خوشنود باشید، باید از فرصت امروزه‌تان استفاده کنید و کارهایی را که به آنها علاقه دارید انجام دهید و با افرادی که دوستشان می‌دارید خاطرات خوب بسازید. دوم، دیدی مثبت و خوشبینی شادی‌های زیاد به دنبال دارد. تأثیر خوشبین بودن بر شادی. بسیاری از این افراد 100 ساله یا افرادی که بیشتر سن دارند جنگ‌ها و سختی‌های زیادی را از سر گذرانیدند. با وجود این خوشبینی و نگرش مثبتشان را همچنان حفظ کردند. یکی از این افراد فردی است که 2 جنگ بزرگ را در طول زندگیش تجربه کرده است، اما همچنان معتقد است که فردی خوششانس و خوشبخت و خوش اقبال است. یکی از مهمترین توصیه‌های مشترک این افراد این است که نباید مدام در تعقیب سعادت و خوشبختی باشد، بلکه باید با همین چیزهایی که دارید خوشحال و راضی باشد. برای لذت بردن از زندگی باید عینک بدبینی را از چشمهایتان بردارید. مثبت اندیشی را تمرین کنید و قدری داشته‌هایتان را بدانید. سوم، شادی همین لحظه است که زندگی میکنید. زندگی کردن در لحظه حال، سن و سال فقط یک عدد است. نباید حسرت سالهایی که گذشته است را بخورید یا برای شاید بودن منتظر لحظه در آینده باشید. گذشته ها گذشته و دیگر نمیتوانید آنها را تغییر بدهید. فکر کردن به دردهای قدیمی، حسرت خوردن و پشیمان بودن فایده ندارد. با این کار فقط شادی و سلامتی امروزتان را از خودتان دور میکنید. اگر میخواهید فردی شاد باشید، یاد بگیرید که در لحظه زندگی کنید و از حسرت گذشته و انتظاری برای آینده دست بردارید. چهارم، عشق و زندگی مشترک. شیرین ترین خاطرات این افراد سالخورده لحظه‌هایی است که در کنار همسر خود گذرانیدند. آنها با لبخند دلنشین بر لب از سالهای گذشته و زندگی مشترکشان صحبت میکنند. حمایه عاطفی همسرشان یکی از مهمترین چیزهایی است که این عزیزان از آن یاد میکنند. با عشق زندگی کردن و شاد بودن کنار کسی که دوستش می‌داریم درمانی همین درد هاست.
ما در مورد طرز تاثیرگذاری ازدواج یا رابطه های دراز مدت بر روی زندگی مطالعه نداریم، اما لبخندی که این افراد 100 ساله هنگام حرف زدن از همسرشان بر لب دارند به خوبی گویای همه چیز است. حتی افرادی که سالهاست از همسرشان جدا شدن هم میگویند که خاطرات شیرینشان زمان است که در کنار همسران خود بودند. پنجم، غذای طبیعی و سالم بخورید تا احساس خوب و عمر طولانی داشته باشد. تأثیر خوردن غذای سالم بر سلامتی بدن و عمر طولانی بسیار مفید و فایده آور است. اینها افرادی هستند که از نظر جسمی و روحی، یعنی افراد 100 ساله فعال هستند و چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاری با دیگران دارند. بسیاری از این افراد در مورد خوردن غذای تازه که خودشان آن را پرورش داده‌اند صحبت می‌کنند. سلامتی یکی از بزرگترین محبت‌های طبیعت به ماست. با خوردن غذای سالم و طبیعی برای حفظ آن تلاش کنید. ششم، این برای داشتن زندگی بهتر و طولانی‌تر خودتان را با زندگی مطابق کنید. همه ما روزهای خوب و بدی زیادی را پشت سر گذاشتیم و در آینده نیز تجربه خواهیم کرد. زندگی ادامه دارد با تمام سختی‌ها و اتفاق و کمبودی‌هایش. بنابراین پیروزی واقعی کسی است که بتواند خودش را با زندگی سازگار کند. افرادی که خودشان را با زندگی سازگار می‌کنند عملکردی بهتری دارند. این بخش از نگرش مثبت است. آنها به جای ترس از تغییر به استقبال فرصت‌های نو می‌روند. هفتم، به دیگران کمک کنید. کمک به دیگران یکی از کارهای ایجاد ارتباط‌های سازنده است. مهربان بودن و کمک به دیگران احساس خوب به شما می‌دهد و افسردگی و اضطراب را از شما دور می‌کند. به علاوه راه خوب برای فعال ماندن بعد از بازنشستگی است. هشتم، همیشه با آموزش و کسب دانش ادامه بدهید. یکی از توصیه‌های مهم افراد 100 ساله ادامه دادن روند آموزش است. آنها توصیه می‌کنند که در طول زندگیتان آموزش را چی در مکتب و دانشگاه و چی در خارج از آن ادامه بدهید. برای آموزش در هر زمینه کنجکاو باشید. کنجکاو بودن زندگی را جالب و سرگرم کننده می کند. داشتن اطلاعات بیشتر در هر زمینه احساس لذت بخش برای شما به ارمغان خواهد آورد. ذهن آگاهی را تمرین کنید. تمرین ذهن آگاهی افراد 100 ساله تمایل دارند که بجای نگرانی در مورد برنامه‌ها، حسرت‌ها و بند افتادن در فشار و نگرانی در لحظه زندگی کنند. آنها قدر وقت گذرانی با خانواده و دوستانشان را می‌دانند و از اتفاقهای ساده مانند بویدن یک گل خوشبو در بهار یا قدم زدن روی چمن به راحت لذت می‌برند. لذت بردن از همین لحظه که می‌گذرد بهترین کاری است که هر کس می‌تواند انجام بدهد. توصیه بسیار خوبی که در این زمینه وجود دارد تقویت ذهن آگاهی است. با این کار در آرامش فرو می روید و در عرض چند دقیقه احساس خوشحالی وجودتان را فرا می گیرد. ذهن آگاهی زندگی شما را سرشار از شادی و رضایت خواهد کرد و به شما یاد می دهد که چگونه می توانید به آسانی بر مشکلات غلبه کنید. وقتی از افکار منفی مربوط به گذشته و آینده نگرانی ها، انتظاری ها و قضاوت ها جدا شوید، می توانید به جای تحمل بار احساسات منفی فرصت های پیشرو را بهتر ببینید. توصیه های مهم از لابلای مصاحبه با 100 ساله ها توصیه های در مورد زندگی که گفته‌اند بخندید. جدی گرفتن زندگی هیچ فایده ندارد. قدردان داشته هایتان باشید و از کوچکترین دلخوشی ها لذت ببرید. سخت نگیرید و زندگی را برای خودتان و اطرافیانتان سخت نکنید. بیشتر مردم رضایتمند را با خوشحالی اشتباه میگیرند. ممکن است همیشه شاد نباشید، اما می توانید یاد بگیرید که همیشه از زندگی راضی باشید. عمرتان را صرف جمع کردن مادیات نکنید. شما نمیدانید تا چه زمان زنده هستید.
پس از فرصتی که دارید به بهترین شکل استفاده کنید. به خودتان باور داشته باشید. این باور می تواند شما را به اوج باور نکردنی برساند. 9 درس مهم از افراد 100 ساله بود که پیشکش شما عزیزان گردانیدیم. تا برنامه دیگر با امید زندگی شاد و موفق بمانید.